بردف که برای یک کوالسیون نامنتوایی مایلز کاگینز در حق سردان احمد الشرع یا جبو امریکای نویسک بلاف کرد و گفت که دوی واشنطن راستیا که هزین سوریا دموکراتیک آب پیشنگتیا کردان هفکارن هری دلسوزین امریکای نجبیر نکه. کاگینز دست نشان کرد که در فتک لپیش امریکای هیا که پرک پیوندیه دنابرا حکومت سوریا آب گوهز و ریوبریا خوسترده آب بکه. بردف که برای یک کوالسیون گوت که گل باکور و رجلات سوریه دواره تکوشینا لدج داعش دلسوزیا خود به امریکا ایره نشان دا. کاگینز دیار دکه که کمکرنا شام و ریوبریا خوستر ده بهله کمپانین امریکایی راستراز و برهنانه بکن و برهما خواهج چین و روسیا زیده تر بکه. هروها گوچی که انتگراسیون هزین سوریا دموکراتیک ده بهله او خورتر ببه و برجوندین امریکای پیک ورن و خریستیان جی ورن پاراستن.